آرام. چه خبرته؟ حواست کجاست؟ یادت از چند سال پیش مردم واسه 4 تا مرغ صف وای میستدن؟ آرام. چه خبرته بابا؟ شما که قرار شد نه مسکنی بسازید نه به کسی مسکن تحویل بدید. از اون موقع هم که اومدید رو کار روز به روز داره گرونتر میشه. آرام. تو که میگی خودکفایی گندم اشتباهه، همینطوری سر گرینه نون داری بدبخت میکنی، چرا حاشیه پرت میکنی؟ آرام. ما بورس سرمایه ما گرفتی به خاکستیا نشونی ما رو، بعد دروغ هم که مدی خجالت نمیکشد شما؟ بس کنه که مردم بدونند سکه جای سرمایه گذاری نیست، دلار جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه گذاری است. آرام. بنزین رو تا 25,000 تومان میخوایم برسونیم. یه باک بنزین میخواد بشه 1,000,000 تومان. بیا این میکروفون رو لا اله الا الله. در همین بنزینی که اینا گرون کردن فقط معترض بودم قیمت بازار آزاد بدن، یعنی همون 20,000 تومان، همون 25,000 تومان. آرام. آره میکروفون پرت کن. شما که یه بار نمی حرف ما کارگر رو گوش بدی، عرق ریختن ما رو ببینی، فقط زیر باد کولر رو تو اتاق تو پشت میز و یعنی که نهایتش از تو ماشین لوکست میخوای سرکشی کنی. آرام. مقدار مشهور رو به دست آوری. شمایی که تو چشم معلمان نگاه میکنی و میگی هر کی از حقوقش ناراحته میتونه بره، باید هم وقتی اینقدر احترام قائلی برامون میکروفون سمتمون پرت کنی. انتظاری بیشتر از این نمیره ازتون. اگرم کسی راضی نیست میتواند برود. آرام. این چیه دیگه؟ شما که معتقدی ما به جز آبگوشت بزباش هیچ تکنولوژی برتری نداریم. این حرف خودتونه. الان بس برای چی میخواد بیه سر